بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، چون در ماه رمضان قرار داریم و یک روز دو روز دیگر عید نوروز است، خواستم همراه شما درباره آلوده نکردن این ماه مبارک با گناه و با رقص و بازی و با اسرافکاری در رمضان صحبت داشته باشم. چه خیلی میدانیم حکمت پروردگار حکیم است که ماه رمضان و دیگر ماه‌های هجری هر سال 10 روز پیش می آیند و مایان گاهی در زمستان، گاهی در تابستان، بعضا در گرما، بعضا در سرما این عبادت 30 روزه خود را انجام می دهیم و پروردگار میخواد ببیند که آیا بنده هایی که در زمستان عبادت پروردگار را میکنند در تابستان هم طاقت می آورند یا نه. آیا آنهایی که غیر از جشن نوروز و عید سال نو عید رمضان را جشن میگیرند آیا همیشه در عبادت هایشان پابرجا هستند یا نه. و این سال چه خیلی که دیده استادید مایان جشن نوروز را یا در تاجیکستان جشن نوروز در داخل ماه رمضان آمده ایستاده است و با تنتنه پیشواز گرفتن عید نوروز با 1001 رقص و بازی و آلودگی به گناه و اسراف وقت و اسراف پول و این دیگر یک فرض گویا در تاجیکستان شده است که اگر نکردن گویا که تاجیکستان دیگر استقلالیت خود را از دست می دهد که سال هاست که مردم به خاطر یک جشن علل خصوص دانشجویان مظلوم مشغول دیگر رقص و بازی و آمادگی می شوند. این رو بگذاریم به کنار، ولی بیاید درباره در همین ماه چی کار کنیم. در همین ماه هم آیا مثل همیشه و عادتی معمولی این جشن رو یا این عید رو جشن گیریم یا اینکه به خاطر ایمان خود به خاطر اینکه اولا این جشن عموما به اسلام رابطه ندارد، به تاجیکان رابطه ندارد. درباره پیدایش نوروز من پیشتر صحبت کرده بودم که یکی به یکی از پادشاهان زردشت را ربط میدهند، یکی به پادشاه دیگری که فارسبان بود و این روز را روز پیروزی خودش و روز نو برای مردم و ملتش اعلان کرده بود. یعنی یک عیدی مردم پیدا کرده هست و بدین رابطه ندارد. سال نو میلادی میگویم مسیحیان آن را جشن میگیرن، آن به عید آنها رابطه دارد، به تولد پیامبرشان. یا ما خود سالی در یک سال 2 عید داریم که عیدهای دینی هستند و پیامبر جشن میگرفتند و روزگیری در این عیدها را حرام کردند که روز خوردن و نوشیدن و شکر پروردگار است. اما عیدهای ما بدون اسراف و بدون رقص و بازی و آمیختگی زن و مرد و از مردم پول جمع کردن می شود. خیلی میدانید ما هم در عید قربان هم در عید رمضان به مسلمان ها به کمبغلان کمک میکنند، نه مثل عیدهای مردمی که میخورند و مینوشند و اسراف میکنند و میرقصند و باز یک آلودگی دیگر. اکنون بیاید ببینیم در این ماه رمضان، در این ماه مبارک رمضان، سبحان الله، حدیث در طبرانی هست از عباده ابن ثابت که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به شما ماه رمضان آمد، ماهی که ماه برکت است و پروردگار شمایان را با رحمتش احاطه میکند و در این ماه رحمتی پروردگار بالای شما میریزد و گناه های شما بخشیده می شود و دعاهای شما اجابت می شود. در دوامش می گویند و ینظر الله تعالی الی تنافسکم فیه، و الله می بیند که کدام از شما در این ماه چگونه برای انجام دادن عملهای صالح سبقت یا مسابقه می کنید. یعنی الله در این ماه میخواهد که شما در عملهای صالح مسابقه کنید که من بیشتر و پیشتر در عبادت هستم. برای همین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت هایی که در ماه رمضان انجام میدادند در یگان ماه انجام نداده بودند، در یگان ماه انجام نداده بودند. و در دوامش میگویند پس پروردگار در این ماه نگاه میکند که شمایان چگونه در عملهای صالح مسابقه میکنید و این چونین شمایان را در نزد فرشته هایش تعریف میکند که ببینید بنده های من به عبادت های من چگونه مشغول هستند. و در دوامش میگویند و بدانید که در این ماه شما با عملهای صالح خودتان را به پروردگار نشان دهید. چگونه که یک کارگر اگر میخواهد
رتبهش بالا باشد، جای کارش بالاتر باشد یا به گفته روسا پویشینی گیرد، چقدر کارهای زیاد رو نشان میدهد و خودش رو اینکه او یک کارگری ارزنده هست به مدیرش اثبات میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن با عملهای صالح خود بندگی خود را به پروردگار نشان دهید. و در دوامش میگویند بدانید که بدبخت همانی هست که محروم است از عملهای این ماه و از رحمت پروردگار در این ماه. یعنی وقتی تو در همین ماه رضایت پروردگار را به دست نآوردی، در همین ماه هم به خوردن و به نوشیدن و به رقصیدن و به بازیدن و به بیکار شبها را سحر کردن و روزها را با کرته اطلس و چکن در کوچه های دوشنبه و شهر خوجند گذرانیدن، یا اینکه سر سملک تمام شب رقصیدن و بازیدن و دایره زدن به جای آنکه شبها با عبادت گذرانیدی، بدبخت همانی هست که محروم استی از عبادت این شبها. پس این ماه سبقتی یا ماه مسابقه کردن برای عملهای صالح هست و بگذار همین ماه شما به نوروز گذرد. و سبحان الله چه خیلی گفتم عید نوروز را در تاجیکستان همچون فرض برای مردم کردن و مشکلی در این است که اکثریت مردم خود به این راضی هستند. دخترکان حجابدار در رقص، بچه‌کای با نماز در رقص و در مرشرافکه، خاله هایی که سن سالشان از 70 بالا هست، کرته اطلس و دایره به دست. اما این ماه گناه نیست. کی میدوند که شاید ماه دیگر من و شما نباشیم؟ کی میدوند تا همین آخری ماه شاید من و شما نباشیم؟ چی بسا کسایی بودن که سال گذشته در رمضان بودن این رمضان نیستند، چی نفرانی بودن که در اول رمضان هستند و به آخری رمضان عمر برای آنها وفا نمی کند. پروردگار خودش میداند که عمر ما تا کجا هست. بیایید قدر این روزها که یک روزش برابر یگان سال شده نمیتواند. یعنی روزهای رمضان رو تمام علما اتفاق هستند که وقتی تو یک روزی روزه‌ات رو خوردی تمام سال روزه گیری هم این ثواب رو به دست آورده نمیتوانی. ماه رمضان ماه مخصوص عبادت است. این روزها روزهایی هست که در دیگر روزهای سال پیدا کرده نمیتوانید. یک روز خوردید، نوشیدید، رقصیدید، اما بیخبر هستید که شما چقدر برکت رو از دست دادید. چقدر برکت این ماه رو از دست میدهیم با یک روزه آلوده شدن به گناه. چی می شود بگویم من روزدار هستم، این سال من آلوده نمی شوم، من به کوچه نمی برایم، من اصلا تماما شریک نیستم به این همه اسرافکاری و گناه که اصلا به دین و به اعتقاد من رابطه ندارد. و از حسن بصری روایت است که میگویند پروردگار برای شمایان ماه رمضان را ماه مسابقه برای عملهای خیر کرد. در این ماه بنده ها برای کارهای خیر و ثواب انجام دادن مسابقه میکنند. گروه در این مسابقه غالب می آیند و آنها از نجات یافتگانند و گروه باشد می بازند، مغلوب می شوند و آنها از نفران زیانکارند. و عجیب است به نفرانی که در خندیدن و بازیدنند، در حالی که یک گروه با همین ما تماما از اهل نجات می شوند، یک گروه تماما از اهل خسران یا از اهل نفرانی که زیان دیدگانند. یعنی تو به چی مشغول هستی وقتی مردم در این ماه با عبادت ها دارد و قله های بلندی بندگی می رسد، دعاهایش اجابت می شود، برای سال آینده یک ساله تغییرات حیاتش را به دست می آورد، رضایت پروردگارش را به دست می آورد. تو چرا به خنده و به بازی و به دیگر کارها مشغول هستی؟ عزیزان این ماه را یعنی ماه رمضان را روزی که داشتید، این شبهای عبادتی که به خاطر الله انجام داده، تشنگی و گرسنگی، نباید به خاطر یک روزه نوروز و دو روزه نوروز برای رضایت بنده های الله، برای رضا کردن نفس لوامه خود تماما همش را برملا کنید و ثواب ها همش از بین رود. و عجیبش این است که چند سال پیش بود، نمیدونم حدودی 6 سال بود، بار اول به یکی از شهرهای خیلی خیلی از دین دور ترکیه در ماه رمضان سفر داشتیم. آن هم به خاطر حجت ها که میدونید مهاجرین همیشه در مصیبت حجت ها هستند و بیگاهی روز در تمام کوچه شهر سفره افطار آماده کرده بودند. سفره یعنی
دسترخوان افطاری که آخر نداشت و ما رو هم دعوت کردن که هر کسی در هر کجا هست همه بیاید به این سفره و این از آن رئیس شهر است. یعنی رئیس شهر در تمام خیابان شهر برای مردم افطار آماده کرده است، از حساب دولت نه، از حساب خودش، برای گرفتن ثواب و خودش هم دارد با شما افطار میکند و مردم مثل مایان مهاجرین مسافرین و همه داشتن با هم دعا میکردن و افطار میکردن. و همین چند روز پیش همین مسئله رو به یکی از دوستان گفتم که چرا در ما همین چیزها نیست؟ چرا در ما مثلا ثروتمندهایی که پول خود را برای آوردن یک سراینده به جشن نوروز فخر دارند، یعنی من شخصا به گوشم شنیدم که فلان ثروتمند برای جشن نوروز با فلان قدر پول زیاد یک رقاصه را با همراهی یک چند سراینده ها تا کدام شهر و تا کدام دهات دور خودش سرمایه گذاری کرده است. چرا سرمایه گذاری ها را فقط به خاطر فساد مردم و برای نابود کردن اخلاق مردم بکنیم؟ چرا یک سفره به خاطر الله در کوچه ها باز نمی کنند که این دسترخوان خیر رمضانی هست، همه در اینجا می توانند افطار کنند؟ حتی نفرانی که روزه نگرفتند در آنجا داشتن از خود خجالت میکشیدند. سالی که من در سفره رمضانی کوچه ها بودم از خود خجالت میکشیدند که ما روزه‌دار نیستیم و از اینجا خوراک میخوریم، ولی به هر حال در دعا بودند و شاید یک تغییرات در عقیده آنها میشد. این همه رئیسان شهر ما، این همه برادران تاجیک ثروتمند، این همه اهل گویا که خیره که به سفره نوروزی خیر میکنن یا مردم پول جمع میکنه، چرا برای دسترخوان برای محتاجان، برای میدانیم که چی دانشجویان باشند، چی مکتب بچه ها باشد، چی بیمارستان باشد، چی حتی اسکران تاجیکستان باشد، آنها سفره خوبی رمضانی یا افطار رمضانی خوب ندارند، برای آنها چرا نمیکنند؟ ببینید، تصور کنید که در خیابان دوشنبه یا دیگر شهرهای تاجیکستان به جای این همه رقص و بازی و این همه اسرافکاری یک روزه، اگر بگاهی روزی دسترخوان افطار شود و مردم همگی دعا کنند در حق نفری که برایشان این سفره رمضانی رو آماده کرد و ببینید که چقدر به جای این همه دعای بد و این همه گناه هایی که نامه اعمال همان نفری این گونه کنسرت و این گونه اسراف ها رو همش رو در بالا سرداری میکند، این همه ثواب نوشته می شود. یعنی انسان در حیرت میماند که چرا این همه فکر ما صرف کردن پول یا صرف کردن این همه مبلغ و این همه درآمد برای رقص و بازی و کنسرت و مردم را به کوچه جمع کردن و دیگ سملک هست، چرا به یک سفره افطار یا برای کمک به یتیم خانه یا حتی برای یک خوراک دادن برای دانشجویان و دانش آموزان صرف نمی کنیم که یعنی تا اندازه دلها کور شدن و گمان میکنیم به یک سراینده رو آوردن و 10 دختر رو در آنجا رقصانیدن دیگر همه جا گل شکوفان شد و همه مشکلی ها حل شد. پس هموطنان عزیزی که بنده رو میشنوید و میبینید، بیایید همین سال به خود آیید، یک ماه رمضان خود رو، برکت این ماه رو با گناه یک روزه، با شب سملک یک شبه، همهش رو از دست ندهید. این روزه میگیریم، افطار میکنیم، دعا میکنیم به خاطر الله، همش به خاطر الله که پروردگار این عبادتمان را قبول کند. نگذارید این عبادت های شما با یک روز به خیابان برآمدن و کرته اطلس پوشیدن و با رقصیدن و با سلفی کردن با 2-3 سراینده ها دیگر این برکت این ماه را پروردگار از شما گیرد که الله میداند آیا این ماه به ما می آید باز یا نمی آید. و خود الله می داند که شاید شما با دعاهای اجابت شده این ماه و با روزه به آلایشی که انشاءالله این رمضان گرفتید، شاید مشکلی های چند ساله شما، دعاهای اجابت نشده شما اجابت می شود. اما یک باز هم گفتید نه یک روز است با که ندارد، الله بخشنده مهربان است، من یک روز روزم رو میخورم، یک شب تمام شب به جای تراویح خواندن و نماز شب خواندن سر دیگ سملک میرقصم و با دیگ سملک آرزو میگویم و سنگ میپرتایم و کار دیگر. به الله قسم هم به شرک قدم میزنیم، هم به گناه قدم میزنیم و اصلا این گونه مسخره بازی در شأن یک مسلمان نسبت به پروردگارش اصلا بخشیدنی نیست که تو
بگویی الله بخشنده مهربان است، من به هر چیزی که گناهی کبیره است و هر چیزی که شرک است و کفر است برای یک روز این دست میزنم و بعدا باز عبادت هایم را دوام میدهم. این گونه عبادت کنی نیست. این یک مسخره بازی هست که یکی امروز مسلمانی پگاهش باشد به هر آلودگی دست زدن. با امید اینکه شاید کلمه از این گفته ها تاثیر کند و نفرانی که از حاضر نیت داشتن که نوروز را یعنی رمضان را به خاطر نوروز فدا میکنند و روزهشان را میخورند و به گناه دست میزنند، از گناه برگردند و الله توبه کنند و پروردگار بر هر چی برایشان بهتر است در دنیا و آخرت نصیب کند. این صحبت را به پایان میرسانم. دعا کردن در حق همدیگر در این روزها که اجابت دعا است فراموش نکنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.